I'm not sure. ولی سانسکریت با آنالوژی من حدس جنی باید بی بلوچی تا هم هست دیگه جی راست گوشه خوبه. مشمل چیل نه زبرا که عارف شکن اما مهم جا یلا که استادم یک چیزی گوشم سر را بر را او دا استفاده بی پا جملات کلمات عبارت عذر لوٹم مهم جا بازم یه دیگه اصطلاح که هم هست چرا برا ای کوها دیم جهلا دیم کسیر که آنگو من برزا نزانم استفاده بی برای آدمای زبل و زرنگ کسی که گلیم و چاپا کشی سخنور البته سخنور به مفهوم مثبتی ها نه که به مفهوم مواجه کن یعنی نی منظور ما چرا چرپنر چرا هم برا چنال چرپنر چنال نزانو هم داری بار فکر رو نکن تنی فعل با بده هم کسی که جمله پرچونه بی پرچونه یا چرا درخشانی برای یا برزا گوشه یه چنالی مردی سگ چنالی یه سگ چرپنر می چنالی درستش احتمالاً چوه دا اقتباس کتا گوشن چرا برای یارو یعنی چی یعنی اداره یا بانک یا جای برو گلیم و تا چاپا کشی بالاخره اوت کارا شر کن چالاک بگی مفهوم کلانی چالاکی زبر زرنگ پس سر را بر راه هم هست ای چر را بر راه هم هست چر را بر راه بیه مفهومه سر را بر راه بیه سرشون فرمایش کن مهم جا که بازی وردی بسا واژه لفظی ده هر زبانشان ماشه اونو تو پیک وردز یعنی شان در واقع صوتن فارسی فکر صوت بی یعنی مثلا شترک کپرک قلقل گلگل اتباع اتباع جلجل دقیقا 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 اتباع مثلا مثلا کتاب متاب نه ریخت نه ریخت نه 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 آتیه بر درست دیگه چیزی دیگه چیزی صوتن مثلا طبیعت تا گرگ بود تگه یا صدا یک چیزی گرگ بود تگه این منظور آها این آمانته مفهوم درست یه اونم دیگه وقتی است پیک ما صوته متوجه دقیقا مثلا 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 چون کاب گوشیم مثلا ما ته بلوچه کسی که درانک بیت یا اینکه چی بس سرگوش برابر مبی گوشی پلانی تترگه تترگه یا مثلا ته انگلیسی ها مثلا همشون داره توتور همچی چیزی توتور همچی چیزی توتورینگ گنده چنگ شما مثلا نزدیکه یعنی ترپ بکن یعنی پا زبر گام نجم بعد پا پادانا کلی کترپ بکن به نظر من همچین حالتی من فکر کنیم مثلا ای تر رو شاپ و نزان ایشان کلن شو بدم بیت مثلا توار یعنی یه هبر کدن هبرانی مفهوم نه هم همچین هبرهای هم بدن همین که فارسی تا ارگوز مثلا نه ار خر مثلا بابه مثلا فلان مامه فلان او سگ جی Ustad Pare miyad oray vana itar lotit naya borza. Yemini annu kende. من تپام شهمایه مهم جان شما تفسیه تپ فیبر تپ بله. گنده ما مثلا پیان ته بلوچیا سگ کهنتره یعنی خود سوند پ کهنترن تا سوند ب تحول یافته پ مثلا فارسی ها بی تب یا مثلا کجا بگوشیم آب
آپیم بوده و حتی آب بلوچی پیمنته مثلا بعض جا به و تبدیل بوده او مثلا فارسی آب مثلا جان. هنچه که ما بلوچه تو که ما مثلا لوٹیں بعضا کلماتاں هيا شروع بن یا حرف هي از خ تلفظ کنیم پذیر مثلا لوٹے یکم که کلاس بگیرین فارسی تو کامه مثلا همین کلمه فارسی یا تفتیدن اما تفتیدنه باز کلمه معنی فعل بدا یا هو گوش نکنم بری مردم وقت تنها نشته گندیته یا کتابی مطالعه کنه گندیته که یه پزور کتگن فه یه پزور کتگن خه مثلا همین کلمات فارسی میانوندم بچه جناب فروتن ما بعض وقتا به خاطر اینکه درست تلفظ بی یک واژه وسط ها میانونده بی که راحت تلفظ بی یعنی برای تلفظ راحت چه چیزان باز شان در واقع هتاتوس فیلان که وسط ها یک راحت تلفظ بیتن کلمه چون بشر همیشه به هر حال به دنبالش این که به لحاظ اقتصادی یعنی زبان یک اصلی داره اقتصادیه و کمترین انرژی انسان لوتی استفاده بکن گشترین بهرای آبا تلفظ هم همیشه و همیشه یعنی یک از دگرگونی های زبان که در تحول درونی زبانشه یک چیان همشیه شکلانی همشیه که آوایان چنجه با دیولوپه با تغییر کنه جی درسته. دکتر اتفاق بدی یا نه طبیعی روندی که بعدا چی ببی ناگزیر والا تمام زبان دوران گوازین تگن یعنی ما معتقده حتی هماره که مثلا به هر زبانی شما دوره کهنین دور دارد میانی دور دارد نوکین دور دارد این بلوچی هم شمی دوران گوستگن یعنی ما اگر به فارسی باستان و فارسی باستان داره پدا پهلوی داره پدا دری و فارسی مروچین دوره داره وقتی یان چاره قیاس کنن دیگه یا آدم په هندی یا مثلا آدم په انگلیزی یا چیزانی زبان آسیادین یونانی لاتین فلان شان وقتی آدم چاری گندی که بلوچی هم کهنین دوری داشته میانی دوری هم داشته ای ولی مدرک می دستا مروچی نرسته اگه من بارا پسرم گشتون شد شاید باند یک روچی جایی یک سنگ نوشته بی سفال نوشته بی کوزه کپلی داره یا نزانی پوست نوشته داره بگوش اوه این مثلا کردی دوره باستانه ای بلوچی دوره میانه ای بلوچی دوره باستانه ای چی نزانی پشتو دوره میانه چون این زبان فقط دوره نوکین دوره ما داره و حتی در آینده هم تحول بدیه چون دو نوع تحول ها یکش درونه بر همین اساس گشت اصل اقتصادی زبانه که هم به لحاظ آوایی و معنایی واژن چنجه با یکی شدن یعنی یک تحول که شدن ناتحمیله بی به زبان حالا رو مسائل سیاسی بی رو مسائل مذهبی بی رو مسائل علم و تکنولوژی و واردات و صادرات و تجارت و تمامیشان باعث بی که زبان متحول بی یعنی یک نفری یه تشه یک جای یک چیزی تکنولوژی اردکه وتی محصول دیمدن واژگان هم گو دیمدن آی تیونه هم نیونه هم بومی نه دیگه نه واژگان گو تیاری دیگه نمونه مثلا منصوب که رازی الکلا به هر حال سرپت در سو الکل پیسر طبیعت تا بوده 7000 سال 10,000 سال چند که کوزک بودی کنن که نشان دادم که پشتا شراب بوده و با سرخوشیه بوده پدا گوشن رازی در ودی کرده که سرخوشی راز الکله نامش الکل حالا مروچ هر زبان تابره الکل یه چیزی مثل شین دیگه خب مروچی همین تلفنی که بهش به دستان دیگه سلفون نزانین
انواع و اقسام واژگان: ستاپ، اینستال، لانچ، چپ، راست، سافتور، هاردور، چپ، چیزانی اپ. شان بروش وارد بود دیگه بهش به زبان تا هر زبان تا وارد دیگه، چون این مسئول تولید کرده دیگه، شان گوه دیه مدنته. بلحاظ درونی هم نمونه هما تحولات آوایی، نمونه تحولات معنایی هم. تحولات معنایی یه زمانی یه چیزی از نظر معنایی سک به حساب خوبه پدا بده بی. مثلا مشما یک واژه‌ای دارن در فارسی میانه برام پتیارک. پتیارک به معنی دشمن بوده بود. پاییتی علیه پیشونده. به معنی جنگیدنه. اگه هم در واقع چی سازه، در واقع اسم سازه بودن. پتیارک بودن یعنی دشمن، یعنی کسی که در مقابل طرف جنگی، ضد طرف ارکن جنگی، بلوچی تا ارگ. خب حالا این پتیارک مروچ بوده گی کپته ده فارسی نوکی فارسی بوده پتیاره. و لفظ زشتی دیگه نه بدین جنین کسی که بدین فعل داری بله چیز باشن سلیم پتیاره. دیگه ربطی سلیم دیگه فعل نمیدونم. دیگه نه مهم نه. پیسر گفت چه دکتر بیدالله چی ما استفاده کنه ماده و نره بیدالله گوشی زا هم جز چه زبان ها دیگه برحال هست دیگه، جز زبان ها دیگه. چرا شرمندگی نیه مرداد جان. خب مروج گنده مثلا عوض بوده، معنی کاملا عوض بوده. و نمونهش مثلا واژه هم به نام میترا، مروج جنس لطیف جنین سرال نام میترا. ولی اگر میتراهای دنیا بزانتین که میترا خونریزی بوده، این میترا همان میسرین در واقع که هم در سانسکریت در ودان هست، هم در اوستا هست، و مردینی هستن و مردینی ایزد مهره و میترا و مرداد و میلاد یکیه، یکیش جنین نمیتونه میترا نهشت. ولی عوض بوده دیگه، او میترا جنس لطیف چند کردم قشنگه یه نام، ولی میترا کن نزانم بیچارگان که جریان چی یه همون مهرداده میلاد و مهرداد هم یکیه، اصلا ربطی با میلاد عربی ندارید ایشی شولادتشان بیته. میلاد گرگین شاهنامه بیاد بیارد داستان بیژن و منیشه. آردی و آرزه در زبانهای ایرانی شرقی صدا لیره مهرداد به میلاد همارک سردار 20 سالار جی. و این زبان همیشه روان دیما، یعنی زبان همیشه در حال. زبان یک ارگان زنده مرداد جان، زبان یک ارگان زنده، هم بهداشت داریته، هم متحولم بی و هم توان چه بین برو، یعنی دید لنگویج، زبانهای مرده. زبانی که پازوی که مبی گویشوری مبی در عرصه‌های مختلفی زبان کار مرز کنگ مبی، چون که مثلا خانواده، آموزش، دین، سیاست، اقتصاد، علم، چه زانی میدیا، یه زبان نمانه، واقعا نمانه. الان زبانهایی هست که چند زبانهای در خطر انقراض، در معرض نابودی، endangered languages. یا هم پرشان مزنین دانشگاه فن پول هلن که یه زبان هم داکومنتد کنن که اچانک مثلا 500 نفر، 1000 نفر، 2000، 10,000، 5000 آدمی که یه زبان رو گپ کنن، اگر یک روچی زلزله تا اونیت به هر حال جا بودن شدن سانگ وسط کجاهای دیگه یه زبانش بین شدن، یک زمانی بزانه که میراث بشری بوده، یه همچین زبانی بوده، چو تلفظ بوده، واژگانشی بوده، استراکچری گرامری چپی راستشی بوده جی. اون می زبانه و همی زبانانه 500 پهره و تی پیمین و ایران نجات ونی ما و بلوچیه برو نکن میگبانی چی گایدان چی زبانی میگن در معرض خطری چه جایی. ما مطلب وند دیگه باید آموزش دکتر صاحب یک بی باید آموزش یک بی زبان، یعنی مهمترین اصل آموزش اینو میدیاه این سک مهمه. جی. دین
تبلیغ چی دین 7000 یعنی خو قطبیان واضح. 7000 تا زبان ها نیم شایبین رو در آینده نزدیک چون من یادم رفته نتونم که من بیار کته که چند سال دیگه ولی گشتگیش نیم شایبین رو زبانان محلی زبانان مادری نیمش تقریبا بین رو تا همین چند ساله آینده دیگه یه چطور مردی کامل هست شه نام دیوید کریستال، مرداد جان، سوسیولینگویستش سر باز کار کنن، یعنی کسانی که رو جامعه زبانی، جامعه شناسی زبان هم چیز کار کنن، سوسیولینگویستیک. یک کسی به نام دیوید کریستال انگلیسی، شی کتاب های مختلفی داری، یک کش کتاب انسایکلوپدی آف لنگویجز که یه به درستی نشانه ده مثلا دهه 50 میلادی، دهه 40 میلادی، دهه 60، دهه 70، 80، 90، مثلا حوزه آمازون، آفریقا، آسیا، چیزن اروپا، کجا زبان شبه این شو تگن دقیقا بودن آماره دن قشنگ آماره دن بودن. خب و آقایی معتقدن که ایشان نه آی اکثر زبان شناسان بخصوص لینگویستان معتقدن که هر زبانی ارزشمند در جایگاه آور. پس چیه که شی نمایندگی کنشه یه فرهنگی از بین رفتن یک زبان، از بین رفتن یه فرهنگ و شان تمام محترمه یکسان از ارزش، یعنی انگلیسی به عنوان زبان بین‌المللی از انگلیش از global language همه ارزش داری از این منظر که یک زبان قبیله 10 نفره تا آفریقا داری. کاربرد دارن که فرق کنن، دومین آنه عرصه آنن که فرق کنن. هرچی یک زبان در عرصه های مختلفی کاربرد داشته بی آیی گوشن این زبان پویاتره، یه زبان به لحاظ بهداشتی وضع بهتره جی. همین دیوید کریستال رو شما سرچ کن تا یوتیوب هم بازین گپ پیجن تا باران اصلا فکر چانال دارید یا دیگران هلند من بازین چیز اصلا گوش کشته تا یوتیوب و ویدیو نی هست دیوید کریستال. ایگ دکتر ویدیو هست فرمایش کن. دیوید کریستال، دیوید آه. کریستال، سور دیوید کریستال. دکتر ببخش میرم جار همه جنینی که در رابطه با استوانه کوروش و چیز میزان خبر شکل تو چارت یا نه کلیپی من دیم داتت واتساپ همین جنین نامی پاچ جندی نبو و من پاچ که نبو کرو من والا دانلود کنم من دانلود کنم دیم میدم پتو باشه ندارم. البته استوانه کوروش کرومر کار کرده پدا یک مردی به نام عبدالحمید یا مجید حرفه من تلفنی یه جواب بدین. راستی برای جستی هست ایران گوشت قیمت چه کیلوه مرغ مثلا گوشت مثلا یکی منو جست که یک دارم مگه نزانم
دکتر صاحب دکتر باگ وارتا تلفون باره احتمالا یا تلفنی یا باگی وارد من نشده. تلفن یا تلفن یا بطن بطن تلفن. دکتر ته میکروفون بسته، اگر میکرو تا خبر کنه ته میکروفون بنده. دیگه گوش تلفن کشی بند تا گوشی بر کنه نه چه زنگ تبارا. فکر مکنم دکتر دو گوشی بود. دکتر گوشی هم یکیانه ابراهیم. یه دارن تلفن تبار نیاد که زنگش دنگ تارات. حالا ما جوک کنه شرط بندی. شرط ها در اوتی تمام حتی نه باز نمیاری نکن. تو بعد من هر منتر جوز کو در با تلفن همی واس ناس ماسپم تو پیسه می جواب داد که پر بس من کار شهر کا بر منی بی اگر هر منی نبی ای کارم نشرم کا شهر سرکش نه واش باش تو سب ریاضو که من تا آگاه من برنامه راهنمایی که پیسه را هر جوز تمام کتا در با می گوشی موشیان برنامه تمام راهنمایی کتا نه اگر habar tibi gister rahnamano yu makan wata delsia makan agar habar minibi ba kamal mail rahnamai bika من ترى جنگی نیست ابراهیم. مشکل نیست برام گویه تو هم بگو هیچ پروایی نیست. gafraf kana البته دو تا شرطی بنده ولی تو رد دماره خلاصه یه جورایی این وانگورت کپیه چتابه. نظر kaman nazar bida shart chorti shart che نظر چی بدم؟ باشم من nazar گوه تو misal شرط to shart bande min sharti yeshi ana ta on shart bgash شی نبود شرط شی نبود شرط شرطی نه کتاب است. to bgash ona min bain na mashhur ko ta bgash والا نزانه چی باشم دکتر مهمان بکنم خیر یا توی مهمان بکن یا منی مهمان کنم خبر تو باید گشت من چه به خدا چه من افتخار کنم دکتر بیا کوچینگ آنگا دکتران گینده و پدا دکتر تحقیقات ہوتی که درباره دادشاه کا کماشان گیندی دادشاه کبرا چاری جنگجه ها چاری و دکتران دیگه یک شرطی تحقیقاتی سفری بی تو همه افتخاری بی تو دکتر بیایت میگه ما همراهی بین تو رندی تو ملکا حالا چونه تی افتخار شرط بندک برابر یا ایمه برابر اوکی شرط بیت شرط قبول حالا تو الان هنچه هدات شرط ببری هی شرط هبتی باتی معافی لوٹم بابا ما یک 10 دقیقه ایشو به دیوانه نبودم اگر یکی گومن گپی بودم من نشکتم من معاف کنی
دکتر پیلن دستی بنده من نظرم من یک چی هست شعر مکرانه مولوی عبدالعباد ده ابدال کرده لمنی یه رکنه پشما به نظرم یه رکنه پشما یا نشما دیوان ساکت مبو توار الناس ابراهیم شهر بان دیوانه گرم کنم لوتم انگلیزی ورد اکانومیک فورم جوشن دیسکشن ایرکنا انگلیزی هر چه دیوان گوش دیوان نظر چه یک چند پای انگلیزی بلده بله چند پای بلد نه بلوچی پاک بلده نظرم شاعره موافق گشتر هست اگر شاعره بوان شهر بان شهر شد که بوانت کنه ما تا یه بساطت یه رکنه یا نه همین شعر مکرانه شیر همتی سلطان فران سیما میاد کن کنگران جنگول سر کن سندران نوجوان و شیر تیتران برانزگی نه به یا نظر ایکنشون یک کنه توار یک بار چگوشن نindگان نای ورگ جام براهیم قهد بود یا نه شما چونکا ابراهیم شیع بغیر بونا صداقت من گفت بلکه وقت بند کو نه قهد بود که تون هنسفری انتقانه وره قهد بود رنگی نه یا اگه توار من سلام قيل كلمة تليفونيات لازم تواري يشمر السربي نبي مش بتوار نداري بله واجه جي اميد جان جوڑ لالا مچی پر محمد رضا زنگ زد تشا کجا زد که من مرزا جان زنگ زد دیگه فتوشیم دردانگی محمد رضا دردانگی من باز گونه تلفنی خبر داده قبلا ولی گوی هنچه شماره زنگ جا من گویی گیری پده اول اشتباهی نه و من اون زنگ گماش معروا اولا عزیزان من گو تو ناکو برو آتش کن برو دیما بارن چیه بی محمد رضا جان زاگ بعد جانی سالمینی دکتر نه من باز گو هم تلفنی چون سال در ارتباطه شاید هم دیستن هم دیگه ولی
حتما دیستن ولی معلومه جنمدار زاگین کسی خود ساخته این زاگی خود ساخته این انسانی مرد نازنینی. دکتر ایشان پس آدم خیلی درویش و سالم خب ایشان خانواده زاگارزاش فلان و خانواده که شم دلش راواد من هنگاونی اما پسه بیست و تقامد کلا یکی مثل خیال رئیس دفتر دادگستری چابهار دیگه آجای بخشند از این بانچی بودن محمد رضا و بانکت ها فکر کنینه ها بانک مسکن تایم ده بابا محمد رضا وقتی دست جته به عید محمد دیگه من چیه بگوشین دیگه محمد رضا عید محمد رو بدی کرتو عید محمدی چیه شاگردن دیگه من چیه بگوشین پدا ارزم به حضور شما من گو که بچه توتی حرکت لامبل حرکت پادلوچان گوشی شهره یه حرکتی باز جوانی نامی بی من گو با پارچه پاد دیگه چیه کنیم ما یه خب من تیوشابی چه این که وقت پیش من گو اصلا من را گیریشانی چی ولی زمان من مرزا نامات من زانی من مرزا اگر برود خیلی چی نداری کلا نرگینیم بعد مثلا قومگرایی و یه داستان هم هیچ نداری دیگه آیره من سوچ در شادگاه گوشتون شایی پاری است که نما که تعیین کن کاندیدان اطلاف ہے یک دو دانه گوت شزانه دیگه گروبان گوشت و زمانی آدگر من نر رही هیچ من گروبان و آدگر ها ها گروبان و آدگر ها اما دکین است آفرین اما دکین دیگه من نه گوا حالا بچه آیی دیگه جوانی اوانی اصلا مردمی من معتقدم جوانی مردمان مردم رو باید خراب کن یکی بوت برآوردی باد بکن خب مشورت ده یک بیت حیفه یرگی مردم حیفه که مردم هنچو دم و دست بجن خرابش کن برحال بگن دیم تو چیه بی شرایط چیه بی قوم چون فیصله کن ملک چون رو دیما من هم چیزا رو گوشتون را بگنش نزدیک هم دیگه را بسنگتان بگن چی بی حالا بدتر همه دیگه مش ما پاکال یک روچ ننده سلامت به همین جا همچنین شما سلامت دکتر من برایم شرطی بس من که گوشی تو یکی ولی برایم کنن دوه من گفتم تو شرط بنده حالا تو وقت گوشی یکی یا دوه هست دکتر؟ دکتر عظیم احتمالا دستی بنده احتمالا نیست پچه شرط نبندید من بیواز پشمت در جاوشین طيب نه تو دیگه زانی دیگه نو شرط نبو بندک تو که دیگه موقعی که زان نگه اشرا شک مکنه که دکتر گوشی دو ولی ایشی که زنگوا همشی گد که همه کلاب ها سوری هبر کنه نه دکتر شماره همیشن دیگه شماره نداری فکر مکنی داشته بیام یک شماره انتی احتمالا
دیگه لوکلوکی ماشمار په هستن دیگه جز گوشی حساب نبود. اگه آقای گوشی ببوتن نامیشه نکن لوکلوکی. دیگه زنه چون شارجه تا دیر برم مکالمه و باز خوبن مکالمه شارجه سک دیر برند خوب برن